به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان همیشگی چنل کریپتووان. امروز با یک ویدیو مهم آموزشی در خدمت شما عزیزان هستیم. توصیه می کنم به هیچ وجه ویدیو رو از دست ندید، تا پایان ویدیو همراه ما باشید، چرا که نحوه انتخاب برداشت توکن همستر رو میخوایم بررسی کنیم و البته که فرصتش هم محدوده. فعلا 1 هفته زمان دادم برای انتخاب گزینه مناسب برداشت داخل ربات همستر کامبت. حتما چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو روی آل قرار بدید تا از ویدیوهای جدید سریع باخبر بشید. خیلی ویدیو رو طولانی نمی کنم، بریم سراغ نکات مهم بات همستر کامبت. دوستان، قبل از اینکه نکات ربات همستر رو توضیح بدم باید خدمتتون عرض کنم ایردراپ ربات تلگرامی مهم کتیزن دیشب ساعت 3:30 بامداد در واقع ماینش به پایان رسید و طبق گفته تیم پروژه کتیزن فردا 25 شهریور ماه میتونیم وارد ربات بشیم و ببینیم چه مقدار از ایردراپ بهمون تعلق گرفته و حالا کسایی که دوست دارن استیک یا همون سپرده گذاری به نوعی انجام بدن این کار رو انجام میدن و کسایی هم که نمیخوان سپرده گذاری کنن منتظر میمونن تا آخر شهریور ماه، زمانی که توکن کتی لیست شد برداشت کنن به کیف پول و توکناشون رو نقد کنن. حالا راجع به بحث برداشت و فروش توکن کتی همون روزی که لانچ بشه ویدیوشو قرار میدم داخل چنل و مشکلی از اون بابت نخواهید داشت. بریم بخش دوم ویدیو رو با هم ببینیم. خیلی خوشحالیم که تا اینجای ویدیو همراه ما هستید. طبق قابلیت جدید ربات همستر ما باید نحوه برداشت توکن‌های خودمون رو به ربات اعلام کنیم. برای این کارم فعلا تا شنبه هفته آینده زمان داریم که این کار رو انجام بدیم. برای انجام این کار قسمت طلایی رنگ ایردراپ رو کلیک کنید، وارد این بخش میشیم. دوستان، چون ما جزو کشورهای خاص هستیم نمیتونیم مستقیم به این صرافی‌هایی که خود همستر داخل لیست قرار داده توکنامون رو انتقال بدیم، چرا که برای انجام این کار باید داخل این صرافی‌ها احراز هویت انجام بدیم و این موضوع کار رو واسه ما خیلی سخت میکنه. پس فعلا یه راه برای برداشت داریم و اونم برداشت به کیف پول شخصی خودمونه که برای انجام این کار روی گزینه آنچاین ایردراپ که بزنیم، در این قسمت کیف پولی که قبلا متصل کردیم به ربات واسمون نمایش داده میشه. اگر شما متصل نکردید واسهتون گزینه کانکت ولت میاد که روش که میزنید گزینه تون کیپر رو انتخاب میکنید، وارد کیف پول میشه، تاییدش میکنید و همین مراحل رو دوباره انجام میدید. از قسمت چینج ولت هم میتونید کیف پولی که قبلا متصل کردید به ربات رو عوض کنید و یک کیف پول دیگه متصل کنید. بعد از انجام این مراحل آدرس کیف پول واسهتون نمایش داده میشه و روی گزینه آبی رنگ Set as Default Withdraw Option میزنید. به این صورت وقتی که زدید واسهتون تایید میشه و روی گزینه تانکس میزنید و تمام. اگر این کار رو انجام دادید و ارور داد به خاطر شلوغی شبکه است و همچنین ربات همستر، چند دقیقه بعد تلاش کنید یا فردا دوباره امتحان کنید مشکل نداره و متصل میشه. ممنون و متشکر از همراهیتون. تا ویدیوی بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.